سلام دوستان گرامی. ما نشسته بودیم، حوصله‌مون سر رفته بود. زنگ زدم به دوستای خودم و ازشون خواستم بریم یه جای واسه یه وقت گذرونی و به قول خودمون یک پیکنیک چای. بنابراین وسایل رو خریدن، بچه اومدن و منم اینجا حمامه بلوچی خودم که طرفای ما گرد و خاک زیاده، برای همین اینو بستم سرم تا گرد و خاکی نشم. و اگه شما هم اومدین این طرفا دیدی یکی در اینجوری میچرخه، نترسید، این حمامه سرشونه و به خاطر گرما یا به خاطر گرد و خاک این حمامه ها رو میبندن. خب اینجا من حمامه خودمو بستم و آماده شدم برای رفتن. خب اینم حمامه من خوبه. اینی که دوستم که بهش زنگ زده بودم اینا هم اومدن و شروع کردیم به حرکت. و همونطور که میبینید خیلی خشک و بی آبه و اینجا هم چند تا باز افتاده بودن بدون یه درخت و داشتن غذای خودشون میخوردن. اینم منو برادر زادم. خب نمای سروستای ما همش نمای کوه مریخیه، همینطور که میبینید جاده هاش و جایی که هستن همه مریخی و خوشگل هستن. البته با آبم بهتر میشن. و اینم یه نمای دیگه که کو به خاطر باران اینجوری شده. و این نماها رو ببینید تا ما برسیم به جایی که میخوایم اونجا چیزی درست کنیم و بخوریم. البته این یکی از مزرعه های ماست که یه ویدیو قبلا گذاشته بودم، سرسبز بود به خاطر این که باران اومده بود و آب داشت. اینجا سرسبز بود. یه کوچولو بهتون نشون میدم، ولی الان ببینید چقدر خشک شده. اینم از بیابی روستامون. اینا هم کوهایی هستن که اون طرف هستند. اینا جای خوبی دارند، ولی انشالله در ویدیوهای دیگه بهتون نشون میدم. و این مردکی که میبینید از اینجا داره میره، اینم بهتون بگم صاحب این شترا بود. میخواستم برم پیش اینا و یکم شیرم بخوریم، شیر شتر تازه، ولی چون صاحبشون رفت دیگه نتونستیم ازش شیر بگیریم. ما هم به مسیر خودمون ادامه دادیم. اینجا هم آخرای مسیرمونه که بوته البته خشک بودن، درختها هنوز سبز بودن چون آب نداشتن. و اینم بهتون بگم اینجا یه جنگل درخت. این درختی که اینجا میبینید ما بهش میگیم درخت چش، به بلوچی بهش میگیم چش، حالا نمیدونم به فارسی بهش چی میگن. و این درخت اینجوریه که دو تا سیخ داره. اون سیخه خطرناکن، میخورن به دست پاهای آدم و زخمی میشه. البته اینجا کاش بود آب بود و سرسبز بود. اینم یک کوه خوشگل مریخی که اونجا میبینید. اینم آخرشه که ما رفتیم بالا و مسیر اصلی رو گرفتیم. این یه سد سنتیه که خیلی قدیمیه. آب تمامی روستا میاد اینجا جمع میشه و اینجا مزرعه کاری میکنند و مزرعه میکنن واسه خودشون. حالا از اینجا بریم پایین. اینم یه جای واسه پیکنیک و کمپ زدن. اگه موافقید که بیایم اینجا یک کمپ بزنیم، شبونه اینجا باشیم،
حتما ویدیو رو لایک کنید و در کامنت ها به هم بگید. و اگه شما هم میخواستید بیاید اینجا حتما در اینستاگرام که لینکشو در دیسکریپشن میذارم به هم بگید تا راهنماییتون کنم که بیاد کجا و اینجا خوش بگذارونید. البته وقتایی که بارون بیاد که خیلی خوشگل‌تر هم میشه. و اینجا ما هم رسید، دوستانمون جلوتر اومدن چون من میخواستم ویدیو بگیرم. اینم موتورامون، اینم جنگلمون که همش از درخت چشه. یکی از دوستامون گفت که اونجا خوب نیست بیا زیر این یکی درخت که سایش بزرگتره و خوشگلتر هم است. وقتی رسیدیم ما هم یکم نشستیم تا استراحت کنیم و اون خستگی راهو بکنیم و بریم. خب منم نشستم یک کمرزنی بلوچی زدم که بهش میگیم کمرزنی، همون صندلی بلوچی، و به کمرم یکم استراحت بدم. اینجا آهنگ بلوچی پلی کردیم و نشستیم یکم تخمه خوردیم و با هم دیگه حرف زدیم تا اینکه خستگیمون در بره و بریم ادامه مسیر رو. خب وقتی خستگیمون در رفت، بزرگ گروهمون که اینکیه اسمش عبدالوهابه، کوه رو به خوبی درست کرد تا اون کتری روش جا بشه. بعد این کوچولو برادر دادم در امون چوبه ها رو آورد و کن شکستیم و گذاشتیم داخل اون تا روشن کنیم. البته این بزرگ خیلی تو این کارها هم ماهره، چون آشپز گروهمونه. جایی که میریم واسه پیکنیک آشپزمونه. و این مولا و صوفی که میبینید اینم واسه خودش آشپزیه. برای همین هر دوتا اینجا مشغولن. اینجا هم آتیش رو روشن کردند و حالا دیگه وقت چای درست کردنه. و اینم بهتون بگم شاید همه ایرانی ها همینطوری که میدونید همه ایرانی ها چای خورند، و چای خور نه ولی بهتر بگم که وقتشونو بیشتر با چای پر میکنن. ما هم بلوچه با چای پر میکنیم. البته فرقمون اینه که ما با شیرچه این کارو میکنیم. خب اینجا کتریو گذاشتیم و آبو داخلش گذاشتیم تا گرم بشه. وسایلی که داشتیم چای خشک و شکر و اینم شیر، از همون شیرهای رونق که بهش میگن. وقتی آب جوش شد منم اینجا چای خشک رو ریختم تا چای خشک یکم دم بشه. بعدش هم شیر رو ریختم که شیرم یکم گرم بگیره و این پروسه شیرچه درست کردن ماست. و وقتی شیر گرم شد و شکر رو اضافه کردیم تا یکم دم بیاد. حالا اینجا که میبینید دم اومده و آماده خوردنه، نوشیدنه. خب اینجا به نمای نماز مولوی اینجا یک چایی بزنیم به رگ. این از چاییمون. خب نشستیم با هم دیگه یکم حرف بزنیم و وقت بگذرونیم و چایی با بسکویت بخوریم. خب اینم از بسکویت میکنیم داخل چای و
حالا دیگه وقت خوردنه. اخ 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 خیلی خوشمزه بود. اینجا هم بزرگ گروه سعی میکرد برادرزاده منو بخندونه و حرفای عجیب غریب میزد و نشستیم با هم یکم به قول ما بلوچه دیوان کردیم، همون دور همی با هم دیگه صحبت کردیم و وقت گذروندیم. و اینم بهتون بگم که اینجا ما که نشسته بودیم مورچه ها زیاد بودند، از اون مورچه های که خیلی سیاه هستند و سرشون بزرگه، از این مورچه خیلی زیاد بود و ما هم زیاد اونجا البته زیاد موندیم، ولی بعدش نزدیک غروب دیگه از اونجا زدیم بیرون و که دیگه مورچه اذیت میکردن. منم این وسایل رو جمع کردم، اشغاله رو که بسوزونم به طبیعت ضرر نرسونه. اینا رو گذاشتم، آتیشمونم مرده بود، به خاطر همین من یکم فوت کردم و آتیش روشن شد. این کاغذها رو اینجا سوزوندم و اون بطری آبی که آورده بودیم با خودم بردم که شاید لازم میشه. بعد از اونجا این مغرب بود و این مسیر کوهی که اون دفعه از مسیر خاکی اومدیم، این دفعه از مسیر کوهی رفتیم تا بریم یه جا هست که بالای کوه، بالای تپه است و اونجا یکم بشینیم تا موقع عشا که خیلی هم تاریک بشه هوا، ما از اونجا بریم به قول خودمون بریم یه دیوان مغربی بزنیم. این مسیر یکم ناجوره، به خاطر همین من آهسته رفتم چون جایی است یکم بالا پایین داره و یکم لیز میخوره، آدم میفته. اینجا هم مزرعه یکی از آشنامونه. اینم از اون تپه ای که من حرفشو میزدم و خوششانسی من اینجا بود که وقتی رسیدم بالای تپه شارژ گوپروی من تموم شد و خاموش شد. حالا اینجا ببینیم من رفتم همینجوری که رسیدم و خودش خاموش شد دیگه، نتونستم ویدیو بیشتری بذارم. خب امیدوارم از این سفرمون خوشتون اومده باشه. تا یه ویلوگ دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.